من تنها کسی نیستم که نمیدونستم این بازیکنای زمانی دروازه‌بان بودن. آخرین نفر نفستون رو بند میاره. شماره 5 مارکوس رشفورد قبل از اینکه برای یونایتد گل بزنه توی باشگاه نوجوانیش فلشر ماس رنجرز دروازه‌بان بود، اما وقتی مربی‌ها سرعت و مهارتش رو دیدن همونجا بوم زندگیش عوض شد و رفت سمت مهاجم شدن. شماره 4 دنی آلوز، یکی از بزرگترین مدافع راستای تاریخ، اول کارشو به عنوان دروازه‌بان شروع کرده بود. تو بچگی تو برزیل دروازه‌بان بازی میکرد تا بتونه با بچه‌های بزرگتر تو زمین باشه، ولی خب انرژی زیادی داشت واسه عقب موندن. شماره 3 هری کین، کاپیتان انگلیس، تو مسابقات مدرسه بین تیرها وای میستاد، ولی چون بیشتر از گرفتن توپ گل زدن رو دوست داشت همون موقع پستش رو عوض کرد و دیگه پشت سرش رو نگاه نکرد. شماره 2 کایل واکر، سال 2019 سیتی وسط بازی دروازه‌بان نداشت. حدس بزنین کی رفت تو دروازه؟ کایل واکر یه مهارم انجام داد و به سیتی کمک کرد مساوی کنه. یه لحظه نمادین تو دروازه‌بانی اضطراری و اما لحظه‌ای که همه منتظرش بودید. شماره 1 پله، سال 1963 توی بازی برای سانتوس دروازه‌بانشون مصدوم شد و تعویضی نداشتن. پله دستکش پوشید و رفت توی دروازه و کلین شیت کرد. واقعا چیزی بود که این مرد نتونه انجام بده.